Kalabalık gayret günü. Rozu mağazalık bir doğru mebinin. تو همین اطراف میدان خالی نشد گوشتی ادامه نمی‌یابد. سعید جان لطف شما افضل پهلوان از سربان میدان خالی بمادن محمد حریف نو. سعید جان تو اطراف میدان خالی نشود گوشتی گرایی نکنید. بکی از نام پهلوان بارانوف 60 تومانی وارد خزینه نوروزی میشود. مرحمت کنید برای آداب بلندشان، برای همت بلندشان یک جهان تشکر میگوییم. باشد که این 60 تومانی شما را خداوند بخشند و سرچند زیاد کرده وارد خزینه شما کند. سعید جان خلیفه افضلشاه بارانوف پهلوانا به گپ داور گوش اندازه از روی همون قاعده قانون گوشتنگیری خلیفه نوبتی افضلشاه قانون مواجهت دارد با لباس ورزشی سفید به هر دو پهلوان هم برای کار میخواهیم تیز به افاقه بیایید و برای شما چند روبه ها را از ایجاد شادروان لایق قرائت میکنیم. بگذار همه باده پرستم خوانند از نام بارانوف برای خزینه نوروزی، برای خزینه نوروزی 60 ماه این بارانوف. بگذار همه باده پرستم خوانند عیاش جهان فروش و مستم خوانند گر باده خورم زمن کس بالا نیست این کوردنان گذار که پستم خوانند. حکم داور گوش میکنیم از بیرون. بارانوف برای قوزار مایی از دهه پلدارک سفر حسن جان از دهه عراق به عرض پهلوانان برای کار میخواهیم. پهلوانان به گپ داور گوش اندازید. حکم داور گوش کنید. آنها که به نقد شعر ما پردازند مانند تپانچه های بی‌آوازند نشناخته عالمی دل شاعر را از دور به شعرهاش تیر اندازند. همراه بجویی رهگذر میابی همدرد بجویی درد سر میابی خوشگل شب پیر جهان سنجیده هر قدر که بجویی بتر میابی. مهمون هستید حتما این خدمات ما رو به نظر گرفته ابونه شوید در کانال. هر کی روبان می شود آنجا نشیر لیک اندر حلقه مستشاهیان هر جا که مهر در خیز از خون ما بهر ننگ و ناموس وطن قوتی افرنگ ملک معنی بر ما کسی. در این قوه آزمایی سفر غالب آمدن و برای آداب بلند باران یک جان تشکر میگیم. سپه سالاری تاجیکم چنان ساری تو هست بوستان قوی بازوی تو رستم سیاوشی متین داستان از این هر نقطه پردازی وطن آفرد شو خلق ما عجم از باغ و راغی تو به شعرش میکند آستان. سینه تجلی زار شاعر است اندیشه زای حور و نور. در این قوازمای سفر غالب آمدن مرحمت حریفای نو اینجا محدودیت وقت است. خود من دستان یک پهلوان از ناحیه جبار از طولو سعید جان یک نفر همون وزنهای درست سنگین‌تر اگه وارد کنید. یک نفر پهلوان رجب زاده خدایر پهلوان از ناحیه جبار رسول و اگر در گرد اطراف باشند خواهش میکنیم. حریفشان امرالدین طاهرزاده از دهه پلدارک با هم میخواهند گشتین کنند. ما برای خاطر آن که
خدایار مهمان هستند این تکلیف را بپذیرفتیم و 200 سامانی از نام عائله امرالدین برای این خوب آزمایی مبلغ گذاری شده است در دست بنده است. میتواند اگر رجب‌زاده خدایار آماده باشد با از طرف خزینه نیز تحفه‌گذاری میشود. سعید جان مرحمت. از نام سفر و عبدالجلیل برای حسن جان سعید جان با 200 سامانی دیگر. سنگین محمد سعید جان موسیزاده آماده گوشتگیری هستند از ساربانی میدان. خلیفه‌شون دولت‌زاده گوشتنگ میگیرن. مرحمت بهردی برادرم بهردی پهلوانا برای کار میخوایم پس به افاقه بیایید. اگر برادر رجب‌زاده خدایار مال گوشتنگ داشته باشید ما این خواهش ما میپذیریم. با امرالدین طاهرزاده آماده هستم. بهردی پهلوان هم برای کار میخوایم. 200 سامانی از حساب مخلصان زیبایی پهلوان نورسته امیدبخش امرالدین طاهرزاده. و برای گوشتنگ‌های زیبایی رجب‌زاده خدایار 100 سرکه از حساب خزینه نوروزی دهه رخ. خلیفه‌شون انیق است. خلیفه یکمشون امرالدین آماده هستید. 100 سرکه 200 سامین از نام مخلصان امرالدین. هر دانه رو جدا میکنیم. رجب‌زاده خب من بار دیگر از نام کمیته تشکیلی برای تمام پهلوان‌ها و مهمان‌هایی که از نامه جبار رسول نایب شهرستان استرافشان عموما اسپره از کدام گوشه کنار تاجیکستان قدم رنجه کردن خیر مقدم میگم و برای گوشتنگ‌های زیبایشون از بیرون خواهش میکنیم 100 سرکه. آخرین میگیم رجب‌زاده خدایار غالب آمدن. هزار رحمت برای آدم بلند امرالدین. خلیفه رجب‌زاده دولت‌زاده از دهه پردارد با هم خوب آزمایی میکنن. بعد پهلوان هم برای کار میکنیم. سنگینو سعید جان 1 دقیقه 200 سامان خدایار تل اول باید بیادابی میشه. 1 دقیقه سرکه پیش شد 200 سامان از نام طاهرجان امرالدین 200 سامان سپارش اول. وای خواهش شما این دسته این گوشتنگ میگیرن. رجب‌زاده خدایار از نایه جبار رسولوف خلیفه‌شون دولت‌زاده یونس خوجا از دهه پردارد به هر دو پهلوان هم برای کار میکنم. دولت یونس خوجا 20 سامانی دیگر سنگین از نام برادر جمعه‌زاده سنگین 20 سامانی برای گوشتنگ‌های زیبایی دولت‌زاده یونس خوجا. خیام دلت از دل ما آگاه است. هر یک سخنت سرود در دعا هست. بیت تو درست باز بر کعبه دل شعر تو چه عمر آدمی کوتاه است. حکم داور گوش میکنیم. در این قوه آزمایی دولت و یونس خوجا غالب آمدن. هزار رحمت برد خود صاحب شود برای گوشتنگ‌های زیبایتان و خداوند شما. خلیفه دولت‌زاده عارف‌زاده از نایه جبار رسولوف. بار دیگر ما به سهم همه پهلوان‌هایی که از نایه جبار رسولوف آمدن از سپاس میکنیم که امروز وقتی خود دریغ نداشتند و نوروز دهه را تشریف آوردن. قدمشان حسنات است و باشد که هر یک پهلوان شما دور نصیب باشد. اله بین ما حائل نباشد و کسی ما کسی مایل نباشد. در آن ساعت که تو دو دل نشینیم میان ما بغیر دل نباشد. مرحمت استان ما چو کعبه بر دوست کنیم دعایی از طول این محبت وحدت کند مبایی. الحمدلله انگیش کرده دولت‌زاده غالب آمدن. هزار رحمت مرد همین نوروزی هم در اعتماد بدر دولت‌زاده مالش ما استفسار بندم رسیدن دونم. اصلی این 100 سامانی برای بایبل
از نامی پول وقتی 50 تومانی برای گوشتیگاه زیبایی صلاحیدین اشورزاده دراشته میشه سنگینه برای گوشتیگاه زیبایی خسرب 100 تومانی از نامی بدرزاده برای گوشتیگاه زیبایی شما مرحمت از نامی بابا بچه شده بگ 150 تومانی برای هر دوشو 300 تومان میگیره در دست بابا از نامی حاجی فرید برای گوشتیگاه زیبایی صلاحیدین 200 تومانی برای غفور جان از طرف سفر جان 50 تومانی غیرت میر اصلی دی ایپلا اسم گیره حرکت میر آفرین خسراب والیبال برای گوشتیگاه زیبایی خسراب توفر صاحب شده توفر خسراب توفر گرفت سنگینو 50 تومانی دیگه برادر خسراب این 50 هم اسپینشون به خاطر شما گریتش 50 تومان هم پیشون حضرت احمد برای گوشتیگاه زیبایتون پهلوانی علمی خیلی میشود احسن برای خسراب برای گوشتیگاه زیبایشون حریفشون بخیان از نامی خوب شهید جان کم در کنن 100 تومانی از نامی محمد اقبال برای گوشتیگاه زیبای حسن جان سفر از نامی سمر جان 100 تومانی برای گوشتیگاه خسرب سنگین 200 تومانی گرفت خب 300 تومانی دیگر از نام بابا پسر شادبک سر پل بهتر وارث ما گردید برای این خدمتگزاری برای خسرب سنگینه 300 تومانی از نام بابا بچه شادبک برای گوشتیگاه زیبای خسرب و سفر حسن جان همین پل دسترس میشد مشتریان محترم غیرت من عرض پهلوان ها برای کار میخواهیم جان بذار غیرت من واقعا برای کوشش های حکم دادن گروه را یعنی کامو به جنگ جندول هوره ایسا ماریا گوزفان جان حدث ترکی پهلوان گوزفان مارا نیا کلیدا آوا پهلوان جان کالتن که اگر از گذشته ابر نظر کنید پهلوان‌ها رو نگاه کنید یگان گپ نمی‌زده خلا حکم داور داور ورزشگاه رو شناس کنید با حافظ رستم پهلوان و پهلوان که غفران پهلوان بازی شما و موندگی بعدی بازی شما مرحمت دولت از پالمیرک سفره و مهمان رو شناس کنید ولی خوب بشینه دادیم سامیر آرو مردم راست میگه ای بای مردم هم یعنی خیلی اخباشی نه احتیاط کنید
البون است من مدرن اخون مرا مهمانان گرامی دوستان عزیز پهلوانان محترم همون یک بعد همین قوازمایی الکال بگوه خوش بکنید یک دست بکنید میدان داری کنید دولت از دهی پردورت با پهلوان سمیر از صاحبان میدان قوازمایی میکنند بعد پهلوان هم برای کار میکنید اگر همین پسیخلوگ پهلوانی ما همین خیلی باشد بعد توقشور میرسیم ما توقشور و این مردانداری کردن تونستن در گل میدان ویدان کردن یک دقیقه را غیرت نه پهلوانان پهلوانان غیرت نی یک دقیقه دو اگر در دل پهلوانان یگان چرکینی باشد دو پگاه دو خوب آزمایی است دو پگاه سفرزاده خزرزاده گوشتین میگنی یگان جایی بحث نیست بحثش نیست حالا در مرکز میدان پهلوان سمی بسایبان میدان با پهلوان دولت و وزیر پردارت با هم خوب آزمایی میکنن بعد پهلوان هم برای کار میکنیم پهلوان هم خیلی میکنیم حالا وقت هست گوشتین دوام میوبن بسرعت خیلی دو دانش برای جندیش هم هم گرد میدان فرگردی مسکم جمع نگاه کنم من سرباز زمین و رهره بنده بودم اما خود پیشم رفتم بیزار شدم شانس پهلوان از منطقه کیون انوشیروان پهلوان از سازمان میدان با هم قوازمایی میکنند و یکی از بخششیت‌های نبود باران نبود که شکل‌های باران نبودی همون پهلوان باید بگیرن گفت همون خدمتچیان اطراف مرد رو خارج داره که پهلوان مردم تماشا کنن قلب و قلعه‌های رو غریب نکنن بردار انوش بردار مرمتا اجو جونت بگردم بعد از بیداور تمام زیشم او شاشر باید قوازمایی انوشیروان پهلوان از رحمان به آدم برنده شمسی پهلوان از حضور احمد برای آمدی که اصاباش رو آورد از این میدان درون میکنن عبدالله فرماش شد حریفی انوشیروان پهلوان اسماعیل داده از خواجگی‌های کشمی با هم قوازمایی میکنن بعد پهلوان هم برای کار میکنن در این قوازمایی چهره حساب نیست نشون بردار قربانش می مرمتا تلیار
غلط برنامه رفع‌زاده از خودگیر دوستی موسیزاده از صاحبان مردم با هم کمک‌هایی میکنن به عرض پارلمان هم برای کار میکنیم غلط پارلمان با مرکز مردم از طرف دولت برای پارلمانی هم داشته باشی داشته از این هم دقیقه تمامی استفاده بده غلط پارلمان جای بازی دارم مگر